به نام خدا. ابراهیم خاکی بختیاروند هستم. از قوم بختیاری هفلنگ هستم. نمایندگی میکنم یکی از اقوام هفلنگ رو در ایران. ما به علت مشکلاتی که با دولت داشتیم بر سر سرزمینامون که با عناوینی مثل منابع ملی دولت دست روشون گذاشته، علیرغم داشتن اسناد تاریخی و موجودیت خودمون، متاسفانه تا به الان موفق نشدیم که سرزمینمون رو از چنگال اونا در بیاریم و دوستان نظرخواهی کرده بودن در رابطه با مذاکراتی که همکنون در وین اتریش در جریانه. من نظر خودم رو و نظر قریب اتفاق بیشتر لورا رو عرض میکنم خدمتون. اینو من مطمئنم که غیر از مذاکرات هسته‌ای که به عنوان سیمبل و چیز آشکاری هر روز عنوان میشه، مذاکرات دیگه‌ای هم در کار بوده و هست. این مذاکرات شامل بحث سوریه و عراق و بحث حقوق بشر در ایرانه که در مقابلش بعض انرژی هسته‌ای اونا رو کمرنگ نشون داده و بعضا مسئولین جمهوری اسلامی زیاد علاقه‌ای به عنوان کردن این مسائل ندارن، ولی عکس العملایی که جناب برادران لاریجانی در مقابل احمد شهید کردن خودش گویای مسائلیه که پشت پرده در جریانه. من همینجا پیش بینی میکنم که اتحادیه اروپا که الان خودش رو مهد دموکراسی و حقوق بشر میدونه، به این سادگی تن به توافقی نمیده که ملت ایران و ملت آزادیخواه ایران و کسانی که دنبال دموکراسی هستند و از این سیستمی که الان پیاده شده خسته شدن و این سیستم عملا نشون داده که فساد وحشتناکی رو داره بوده. به هر حال الان اتحادیه اروپا من پیش بینی میکنم که به این سادگی رای به این موضوع نده، علیرغم اصرار و پشت کار خانم کاترین اشتون. ولی همینجا باز از دولت آمریکا که خودش رو و رئیس جمهورش بارها برای ملت ایران پیام فرستادن، همینجا عرض میکنم هر نوع توافقی که باعث بشه حقوق حقه ملت ایران، اقلیت‌های قومی ایران، اقلیت‌های مذهبی، زنها پایمال بشه، هر توافقی که باعث بشه این تلاشی که برای به ثمر رسوندن حقوق انسانی در ایران در جریانه، این تلاش مسالمت آمیز و این رفتار آرام و متین ملت ایران نباید باعث بشه که یه عده‌ای سوء استفاده بکنن و به خاطر منافع کشورهای خودشون به قدرتی پربال بدن برای بیشتر سرکوب کردن ملتش و اجحاف بیشتر حقوقش. این واقعا جای تأسف داره. ما در قرنی که داریم زندگی میکنیم با پیشرفت اینترنت و تکنولوژی نتونیم به حرفای همدیگه توجه کنیم. واقعیت موجود در ایران الان انقلاب براندازی نیست. واقعیت که در ایران وجود داره اصلاحات خیلی شدید و گسترده است. من واقعا ایمان دارم که این اصلاحات با توجه به همین ملت ایران و فرهیختگانی که در خارج از کشور وجود دارن میتونه بهترین راه ممکنه را در جامعه جهانی پیش بگیره و حکومت باید بپذیره که ایران با تمام ایرانی‌ها، با رأی ایرانی‌ها امکان ادامه داره و اینکه یه گروه خاصی با یه عقاید خاصی بخوان ایران رو اونطوری پیش ببرن، ایران به همین پرتگاهی میرسه که الان رسیده. توصیه من به مذاکره کنندگان اینه که زمانی که دارن رو حقوق مردم معامله میکنن خدا رو در نظر داشته باشن و این رو مطمئن باشن که در نهایت این مردمن که قضاوت خواهند کرد این مذاکرات رو و هیچ چیزی پوشیده نخواهد موند. من ضمن تسلیت به جناب آقای پاشایی، علیرغم علاقه شدیدی که به صداشون هم داشتم و از مراسمی که برای ایشون گرفتم بسیار خوشحالم، ولی این نشون میده که دولت میخواد یه سری
آزادیایی رو به مردم بده. هرچند این فقط یه مانور بود، وگرنه تمام شبکه‌های اینترنتی و وایبری ایران انقدر کنترل میشه که بتونه جلوی همچین چیزی رو بگیره. ولی به هر حال منم خوشحال هستم. اینم یه کاری بود که قبلا روش کار شده بود و تصمیم گرفته بودن این کارو بکنن. من همینجا از دولت مردایی که تو ایران ادعا میکنن قدرت دارن میخوام که از فرصت‌ها استفاده کنن و برای رفع مشکلات عظیمی که به وجود آوردن تلاش بکنن. نگذارن که کشور به خاک خون کشیده بشه. هزینه هر انقلاب و جابجایی هزینه بسیار زیادیه برای کشور. هیچ چیز بهتر از اصلاح نیست. کسی که تن به اصلاح و انتقاد میده قطعاً برنده میدان خواهد بود. من از شما میخوام که سر دشمنی رو با مخالفین و منتقدین خودتون، اونایی که قصد ایران رو دارن و ایران رو میخوان آباد داشته باشن، عرض میکنم و قصد خون ریختن رو ندارن، واقعا با اونا به مصالحه بیایید و با همفکری همه ایرانی‌ها ایران را اونجوری که لازم و بایسته است و شایسته است بسازیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا دفعه دیگه.